نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان علاکه 84% اجرا شده است. در این باره روز 15 نوامبر سال 2022 خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آخرین آمار وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع وزارت مدافع، شهر و نویای ولایت مختار کوهستان بدخشان هنوز در روز اول دعوت تیرماهی 1 اکتبر از اجرای نقشه حساب دادند. تا امروز در سراسر جمهوری تقریبا 30 شهر و نویه‌ها نقشه دعوت به خدمت حربی را پر اجرا کردند. همین طور در شهر و نویه‌های تابع جمهوری اجرای نقشه علاکه 94%، در ولایت ختلان 81%، در ولایت سوخت 72% را تشکیل داده است. لازم به ذکر است که در مقایسه با دفعه‌های قبلی در جریان این دعوت تیرماهی شکایت جدی از ابله و یعنی زورن در کوچه و بازارها داشتن و برتش بردن جوانان سن و سال دعوتی تقریبا به گوش نمیرسند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. به خدمت حربی شهروندان از 18 تا 27 ساله دعوت کرده می‌شوند. خدمت حربی حتمی در تاجیکستان 2 سال است. برخی طایفه‌های شهروندان از جمله مریضان و معیوبان، یتیمان کل، یک پسرها و دانشجویان مکتب‌های عالی از مسئولیت ادای خدمت حربی پوره یا موقتا آزاد کرده می‌شوند. داستان کل تاجیکستان اخیراً خبر داد که شماره شهروندانی که از خدمت حربی سرکشی میکنند سال تا سال کم شده. صف شهروندانی که خواهش اختیاری به خدمت حربی رفتن دارند برعکس تا رفت زیاد می شود. به اطلاع این اداره تنها در ماه اول دعوت تیرماهی کنونی فرزندان 124 منصبدار دولتی به خدمت حربی رفتند. این در حالی است که در گذشته فرزندان منصبداران تاجیک با استفاده از نفوذ والدانش به هر راهی از خدمت ارتش خود را خلاص میکردند و به این دلیل ارتش تاجیکستان را ارتش کمبغلان و ارتش دیقا نیز نام می‌بردند. قبل از شروع موسم تیرماهی دعوت به ارتش، وزیر مدافع تاجیکستان ژنرال شیرعلی میرزا از کمیسرهای حربی شهر و نویه‌ها طلب کرده بود که پیش از همه فرزندان منصبداران دولتی را به ارتش سفر برکنند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا ایوتگیری جریان می‌گیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله و شده تن و بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده‌شان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله و که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.